بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم تلویزیون، هموطنان عزیز، سلام بر شما. این بار باز هم سیلاب‌های مدهش که در تاریخ سرپل سابقه ندارد این ولایت و این شهر را به فاجعه بزرگ تبدیل نمود. وزرها مناظر را تخریب و نابود ساخت و چندین تن از هموطنان عزیز ما را، هم از اطفال، جوانان و کهنسالان ما را از ما گرفت. حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه ریزش باران شدید شهر سرپل و قرای مربوط آن را تحت آب فرو برد. همه سراسیمه شدند، هموطنان و همشهریان ما از خانه هایشان بیرون رفتند. اما مقام محترم ولایت سرپل، نیروهای همیشه بیدار، پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی بعد از شنیدن این خبر طور عاجل دست به اقدام زدند. عبدالجبار حقبین، والی ولایت سرپل، در حالی که محمد عارف شریفی، رئیس شورای ولایتی، ملپاسوال محمد یعقوب زابلی، قماندان امنیه ولایت سرپل، معاون ریاست امنیت ملی و تمام رؤسا و عامل ادارات دست به کار شدند و به خاطر نجات هموطنانشان از این حادثه دلخراش اقدام جدی نمودند که میتوان از زحمتکشی‌های قهرمانان پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی و مردم خیرخواه این سرزمین یاد نمود. اما باز هم این کمبودها و کارتها رسیدگی نشد. والی ولایت سرپل، معاون مقام ولایت سرپل، قماندان امنیه، رئیس شورای ولایتی، دگروال پیغمبر قل، معاون ریاست امنیت ملی یک جا از نقاط آسیب دیده بازدید نمودند. وعده دلجویی و مساعدت را سپردند. بیایید تصاویری از این تخریبات و سراسیمگی مردم ببینیم که این سیلاب‌های شنبه چه ارمغان را به مردم سرپل به میان مانده است. بله بیننده عزیز، به هر گوشه این شهر که نگاه کنید و جز از خرابی و ذخیره‌های بزرگ آب دیگر چیزی به نظر نمی‌رسد. تمام اصل این مردم توسط سیلاب‌های اخیر نابود گردید. اما خوشبختانه مقام ولایت و هیئت رهبری آن مشترکاً با همکاری ارگان‌های امنیتی، شورای ولایتی این فاجعه را نسبتاً کاهش دادند. مردم را از غرق شدن و سیلاب نجات دادند. به اساس هدایت شخص
والی ولایت سرپل با فیصله جلسه کمیته اضطراری مقام ولایت گروپ های سروی تعیین و شروع به کار کردم که امروز خوشبختانه یک مقدار کمک های صحی مواد غذایی بعد از سروی برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها توزیع گردید. همچنان والی ولایت در حالی که سید انور سادات وکیل منتخب مردم در عروسی جرگه، عزیز جلیس وکیل منتخب مردم در شورای ملی، محمد عارف شریفی رئیس شورای ولایتی، ملک باسوال محمد یعقوب زابلی قماندان امنیت بساحات آسیب دیدگان سیلاب در قوای آسیاباد، چیلانگو، توغنی رفته و از ساحات تخریبی منازل مردم بازدید نموده. همچنان والی ولایت به دارالمعلمین ولایت سرپل که عده‌ای از برادران، خواهران و مادران ما که از اثر سیلاب‌های اخیر آسیب دیده و پناهنده گرده‌اند بازدید نموده و مواد اولیه برایشان توزیع نموده. همچنان امروز در ساحات در نقاط و ساحات دیگر این شهر ویران موادهای امدادی و صحی برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها توزیع گردیده است. دیروز جنرال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس‌جمهور قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد شهر سرپل شده و از نقاط آسیب دیده سیلاب‌های اخیر قلعه آسیاباد، چیلانگون و امام کلان بازدید نموده و برای دلجویی و نوازش از برادران آسیب دیده مبلغ 500,000 افغانی پول نقد را به ریاست حوادث ولایت سرپل اهدا نموده. همچنان رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی افغانستان نیز یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی از طرف بنیاد دوستم برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها توزیع گردید. بیننده های محترم تلویزیون، این بود برنامه امشب ما که خدمت شما تقدیم نمودیم.